زندگی زنان دوم در قرقیزستان سخت و سنگین است. نوریلا تورقلوی 38 ساله مادر 6 فرزند یکی از آنهاست. شوهر اولی او در روسیه زن گرفت و او را با 4 فرزند تنها ماند. با مشورت پیوندان او دوباره شوهر کرد و صاحب 2 طفل دیگر شد. ما رو با شوهرم همسر اولی او شناس کرد. وی گفت تولد کرده نمیتواند و برای شوهرش زن دوم جستجو دارد. آن زن گفت هدف اصلی آنها ادامه نسل شوهرش است. ما نکاح کردیم. یگان سند نبود. از ازدواج دوم هم نوریلا بخت نیافت. شوهرش با وجود وعده های فراوان او را نگاه و بین نمی کند و به خانه هم کم می آید. هرچند 2 فرزند دارند. در نیم سال یک بار به خانه آمده برای من 200 تا 300 سوم میداد. من در یک درمانگاه خصوصی کار کرده 15,000 سوم معاش می گرفتم و با این پول کودکانم را تامین می کردم. از شوهر دوم حالا تنها دخترش در تربیه نوریلا است. پسرش را شوهرش گرفته است. بعد از تولد پسرم آنها سومکه‌های مرا گرفته به خانه بردند. برابر به خانه رسیدند مادر وی گفت تو این کودک را به من میدهی. حالا نوریلا میخواهد که پسرش را برگرداند ولی به مشکل حقوقی روبرو شده است. پسر و دخترم باید یک جا کلان شوند. آنها نباید از هم جدا باشند. دخترم هنوز شیرمک است. دادگاه باید کودکان را به من میماند. حتی اگر مرد زنی دوم هم بگیرد باز هم زنان گناهکار دانسته می شوند. بی سند عقد نکاح در یگان جای حقوق من حمایه نمی شود. مردان دوزنه کوشش میکنند که رابطه هایشان آشکار نشود. چون این ازدواج ها می توانند سالها پنهان مانند، حتی از شخصان نزدیک مرد و زن هم. شوهر این زن ازدواج دومی خود را از خانواده و دوستانش پنهان می دارد. من فکر میکردم او به خویش و تبار و دوستانش میگوید، اما بعد از نکاح او وقتی اومد که من 5 ماهه حامله دار بودم و وقتی در کوچه شناسهایم را میدیدم شرم میداشتم. آنها میپرسیدند که تو شوهر کردی؟ این برای من یک ضربه بود. من دیگر به بیرون کم میبر اومدم. من نمیدونم حتی کی هستم، زنی دوم یا کی. زنان در قرقیزستان میخواهند که درباره حقوق خود بیشتر بدانند. آنها در این مسجد محلی جمع آمدند تا موضوع چند همسری را بررسی کنند. برای زنان یکم هم خبر اینکه شوهرانشان یک همسر دیگر دارند یک ضربه سخت است. یک پژوهش خبرنگاران رادیوی آزادی معین کرد که در 2 ماه تقریبا 130 نفر در شبکه‌های اجتماعی از بسیار زنی و آزار و اذیت زنان دوم شکایت کردند. بسیار زنی در قرقیزستان منع است، اما قانون هم نتوانسته از پیش راهی صدها مرد را بگیرد که همزمان با 2 و یا چند زن نکاح کردند.